خب نام تو چیه که جان؟ نامم اما که نامم اسماعیل. اسماعیل. اما که اسماعیل برای ما آمده شما. شما گفتید که از همین نام دهه چی بود اینجا؟ نام دهه مرغوزار. مرغوزار. نامی کلا مرغوزاره. نام کلا مرغوزار. از همینجا اگر از سهر برایم تا بیگایی پشتی 15-20 کیلومتر اگر تا اون طرف رویم دهه‌های کدام دهه ها گفته؟ خوات، کشتو، کمشو، بعد زیور گفتنی قشلا، خوپر گفتنی قشلا. برخواه دورتر. دورتر. اکو همین نزدیکش کشتو. هم دمون میرو اول کشتو. خوات تری کشتی چپ. من خواتم رفتم. خوات رفتم کشتو داشت تری کشتی چپ. کمشو داشت طرفی من این طرفی کشتی راست بود دیگه عقبقتی. از اون نامشون کی بود؟ نامش اسکندر گفتنی آدم بود. دادرشون رحیم بای. دادرشون نمیدونم. دیگه مایده خش برام اسکندری هم اسبون. الکبان بودن بیا. وای مرگ همه جاهایم اومدی زیارت اومدی اسکندر. و ما همون خونه حاج رحمتی تمشوشی بودیم که یا مردکی مخالف فر به خوش و ریشاش خرمه کردگی یک اسب اومد زده دایره گذشت اومد و پیش ما شش گفت که ما در کرشور گفتنی جوگو 500 اسب بونی میکنم. 500 اسب کالخوز بود. بچگیم بی کس و تنها گذشت. بچگیم بی کس و تنها گذشت. با برام با خوش چینی ها گذشت. دامنش از خوش پر از دامنی سهرا گذشت. در سری سنگی همه روز انتظار می شمردم ترنه ها را هر بهار. بچگیم با قطارینی ترنه ها یک جا گذشت. شست می انداختم بر رود مست تا بیفتد ماهی طلا و بشست. بچگیم با امیدینی ماهی طلا گذشت. خنده می کردم به سوی شرشره
تنها دیدیم فرسخ ها گذشت بچگی گلگونی زرین یالی من بچگی گلگونی زرین بالی من یارو بالش غرقی گل از راه عمری ما گذشت یارو بالش غرقی گل از راه عمری ما گذشته موندگیش توی نویر چوتان سلامت باشه سلامت باشه یک جان تشکر آقا کم نشوید زورا باشو خوش آمدیتون زورا گرفت دوست نمیده Assalomu alaykum. Aleyküm. Az bekletince. Şükür Allah. Assalomu alaykum. Ukaga chiqing. Şükür Allah. Samoto ti? Ko'rg'ur zindagi. Chiqar so'da. Shinoqti. Shinoqti. Ha? Tamam şöyle. Hadi kalı tamam şöyle. İyi. Roboton کنیم ما شما را اینترنت ببینیم مخلصتان Babam میشه. Qadiga. من durum var. ما یک وای سایت های امید ویدیو شما رو میدیدیم امید چرا وقت تلفن ما کرده رو زنگ زدیم شما یک کجا یا بهم گفته Megim, ha? Şinoktan şöyle. Kimman? Şinoktan. O kimman oxi? نشناخته دیگه Ki? Kim o? Kıyabas? Şinoktan bak koy. O ki oxi? Onu med video yapıyordum. Kala siyeci oli. Kala zör oli. Torere gitti. Ani 50 گرم است تو رو گفته Prosto medbol nasıl vermek. yok ne? Hocam bunu şoka ve maça. Abi şuma رو که همون کم میپرسم نمیگویم گفتم که خانهشان کجاست دیدی خانهشان کجاست ما ببینیم ما هم چون رفتیم وقت اینترنت Ahmet نمیدی Bican şey. کی نه اون چه میگم آموز جو خودم Hele hemince bakalım. نه Bakalım bize. نه خدا ما تاکا رفتیم ما جانچه ما رفتیم این جانچه Özbekistan رفتیم خیلی تا Oranın durum da. اگه بیره Kudavan nigabon. تیز باشه Kudavan nigabon. Ах, махера oyna fıroranda man guftam in. ای مامی Ayman. دم کشینه فرو که بای کنه Hol nefamdin. Ha. Hol nef man ne diyorsun lan? ها Ne de ne de. برای که خد Ne ne zakon. هم گنا شناختم فهمیدی Ne şöyle. kork şot şut Man ganda dono odam. Niye ganda onu? حالا میگم که حالی من حالا زر حالا من ikisi گفته بودم که من ikisi گفته بودم دیگه که هیچ که شناخته من اچی که مونده فرم دیگه هم کردم شناخته من فهمیدم تماشا با خدا درست گفتم o چه تموشی که شناخته من شناختم من شناختم آره باید از برای خدا گردن گیری آقا تاخیر نکرد حالا گان اگر ای خدا شد گانه میکردن بمب بیرم خدا پروردگار شو گانه میکردن شنه هر چند گفتم که دام oyuna نرسم نبیند بمب سر پوین کردم ده سیوم چهارم خداوند نگهبان. همه چهار سو دامش به خدمت شما مهمانی شما دا خداوند دیدار نگهبان. شما رو دیدیم خداوند نگهبان. جان چقدر یار برادر رو پیدا کردیم ما میگردیم یا خویجان میریم زیارت میکنیم میگردیم ان شاء الله زاگران کنید من شما ازبکستان میبرم فهمیدید نه اون نباشه گیرد نباشه چه میگیرد اول گید اولو چه نگیرد با و یا گیرد اکا باز یک تا پدر داشتید پدر یک تا پدری که چی دو هم تو بیروبا بیا بر خونه دوونه پدراتونه شدم زورا نه بعدی سری مای پس پدر نه پدر الله مکرم نه آقا و پدر بس ما اول خمرم بود همین کو کاری دیگه نه مایلا من نیمکاره باشدم مثلا نوتر ده نسبتا سوالش نوتر پدرم تا
تاجی سرم بود کو انا همین نیم بود باشدم سوالش نه اکا امید خوشوشگه پدرم تاجی سرم کب کبی شمس و خمرم پدرم تاجی سرم کب کبی شمس و خمرم دولتی شعری سخن مزنی جانی ملی پدرم تیر و بقل و دل و جان و جیگرم بر سرم پدرم تاجی سرم پدرم تاجی سرم آفرین آفرین اکو عباس ناو چی گفت بده اکو ناو چی گفت زودی چی دوست بده یک ها بابا گم کی بابا گم خدا مشکل کی غیبت نکرده که تو زن خیلی چی بوده گم نکرده زوده خگه ما کوی جوزا دادم که چی بوده گم نکرده زوده چی گفت دادم همین نه گفت خالد داده میشه مسئله اول بده مسئله کستلی ولی من گفت بوده که من گران کار بوده او گران کار از من خدا خدا گفت ما اوینه کم در فرو خدا بگه بلا مونده با خدا داد و بخیلی را مجوی جانی من رزق خود در زیر پامانی و رسوایت کند باده خوری میکنی گاه خدا را یاد کن یک صغیری ناتوان باشی و مالدارت کنم انا جمعه انا آواز رو گنگیزم بگیرم کسیشم اتخید کسا انا سلوارش داری انا تو غیبتی کس میکنی این بخوام پای وقت نمای سایی بیمانت کنم با خدا داد و بخیلی را مجوی جانی من دل به این دنیا مبند دنیای فانی بگذرد دل به این دنیا مبند دنیای فانی بگذرد یعنی جان شده دل نبتی پیری چاید نوجوانی بگذرد جانا نه بله دور و دوران که داری ای جوانی باغبان ای باغ میدانت بیماند باغ میدانت بیماند باغبان بگذرد دل به این دنیا مبند دنیای فانی بگذرد نبتی پیری چی آید نوجوانی بگذرد سلام
سلامت باشید. اگه گوش کنید. Gavzını. با ماشینا بیام من گنده کنن گنده نکنه روش مخوره و میرن دمم میگم با. Başı geldi garam. Bir oyun moşu istiyor mu? Böyle tabii bu. Ama biliyorum düz buraya bir oldu. Bak خدا نه. شما هولی خودم فرواره. من فروورم. Acayip şey. ای به خدا شدی. ماش من ناف دست Oraya بگیرید. nasıl bakıyor? Tamam doğru saklayış. Moş onu kuşuma ya gab durum. Ha gavzını Ben da. kram kuşum şart. Gavzını. Şuma gufta meni xalq va'da dodet ki Ha. شکلت روی خدا بده آه. خدا آه. من خلق به وعده دادت کی اگه خوشبختی نگیرید. ها. هم درست درست. شوکجا مری نه نه که شو گازونه من خودم دیوم سیام کنم من تیز مردم. شما وعده دادت کی من یک روز تیا من اکران وعده دادت کی من چی یک روز بعد چی پنجگه تماشا سه ماه بود نرفت کی من چی پنجگه بعد تماشا کردم وعده داد وعده دادم نیست داد گفتید که من باید کنم من وعده شما دو هاتون دروغونه به شما روز میده همین روز عباسشون خیلی برافتیم سری الیا همه خیلی اجرا کنید کار من اجرا کنید اکرام با شما مردم رحمت میکنم من شما چی وعده کردید؟ من وعده کردم که شعر نه آخه کنی همون شعر کجا آخه نشو ریگرو کنه شو کجا شعر نمیام başka ne vereyim Gülşen ya düt şey navaza filan ben para dönüyorum. Düt hazır görmedim. جفت کنه جفت. تو کنه بره بعدی بعد درست روز گره بره من شما اذیت کنید من با وعده میکنم کنه که وعده کنه دازی من وعده میتیم با وعده میته با اپوس نیست پنج کنه با اینکه پسرم من به تماشاگران محترم وعده میتیم که یک روز ما در خدمت عباس ریودی شهر میبریم گوجا بریم تماشا میبریم میشینیم سیاحت میکنیم به شرطی که اقلا 2 دانه شعر نوی که یگان مراتب خواندگی نبودن تیار کنن با چی کنیم ماشاءالله اینو تیار وعد شما تیار اونجا تیار شما وعده دید که دیگر ماشینه آینسی ها بیان من گنده نمیکنید رو بولو کنه من ماشینه کمیدی را بس من با برام شما چرا سه خداوند ششتم ساق سلام روید عزیز جبلا بری پیش بازا تربیه کنم آمین الله بیش تر برو کرد خدا زد من وعده میتیم که اکرم در کنه اکو درگیروندگی وعده میتیم من دو سرودی نو ازاد میکنم اکو امید بگم ازاد کنم من آمده به یک شهر برده بیاره تمام وعده همین جنوبی همین دو شهری نو شروع کرد زبط میکنم دیگهش کونو پرس کرد برتم کب یک تا خدا یک تا ها همین کب همین پناهتون به خدا در برو گرفت اگه عباس آقا جان نماز باشه ملک جان الله خوش شده میسته من رحمتی کلام یک تصرف خواهد رحمت هزار رحمت یعنی تو نو کنید درست عزیزای دل و دیده من اینجا آخران منطقه بودیم ما سیر و سیاحت با برادران جمهوری ازبکستان هم زبان و هم ملت خودمون داشتیم باور کنید طی 2 روز 3 روز است که من خودم رو یکی از خوشبخت‌ترین انسان‌های میشمارم که با همین برادران بودیم یک جا هم نفس و هم شیل و هم خیز وادی زرافشان رو خیلی تماشا کردیم جانب شهر خوجند رفتیم از همین جا با شما خداحافظی میکنیم اینجا محض دره اسکندرکول است ناحیه عینی دره سرطان یک شرشره بزرگ و زیبای است در این منطقه ها دیگر ناتکرار است کلام نگی کلام انا این دوستان عزیز هم السلام علیکم و هم خیربادی ما است صحبت آخرین ما از سفرهای از سلسله سفرهای وادی زرافشان ولایت سرخ با همین برادران ولایت سرخندریای ناحیه سری آسیایی
ҷумҳурии Ӯзбекистон буд. خیلی درباره شناسایی هیچ چیز نمیخوام بگم، زیرا که ما علاقه سفرها داشتیم در جمهوری ازبکستان با هر دوی همین برادر هم با اکوی عبدالواحد هم با برادر عزیز اکوی خوشبخت. به هر حال نگفته نماند که اکوی عبدالواحد نواربردار هستند در جمهوری ازبکستان، من نواربردار هستم در جمهوری تاجیکستان. ما یک عزم خردکه کردیم که بگذار کم باشد سهم خود را گذاشته باشیم، بگذارم که از هر یک ساحه یاد گیرم، بگذار تربیت شود که بخیلی رو از بین بردن در کار است. اصلا ما همکسب هستیم در اصل گیره. در بسیار جاده ها نمیخوام بین یک دیگر مناسبت های دوستانه به فکر من همه خیلی اساخی در بسیاری موارد هم خیلی میشد، اما من مصلحت میدونم که دوستی ضرری ندارد. انا ما مهمان شدیم به ازبکستان، خیلی سفر کردیم، قریب تا 4-5 روز بود که اونجا سیر و سیاحت کردیم. این برادرای عزیز اومدن قدماشون نوری دیده تاجی سر. خوش آمدید به کوههای عزیز به جمهوری تاجیکستان. چی گفتنی هست در کوه عبدالواحد؟ زغ شده زغ نشده؟ چی حالت ها بود؟ چی ها رو دیدید شما؟ چی مصلحت ها بدید برای سیاحان خارجی، برای سیاحان داخلی؟ بسیاری سیاح ها هستند که در داخل کشور سعودی همین جاها رو ندیده و آرزو هوسی دیگر و دیگر جاها میکنند. احمد جان بسیار تعریف و تصفیه ناز گفت کردید. خب انا با سالهای دوستی همکس بودن ما امروز با ناحیه عینی ناحیه پنجکین که در ولایت سوغد وجود دارد ما تشریف آوردیم. من خیلی سفر کردیم، زیارت کردیم. اینا همش با تشبث دوستی. ما خیلی خرسند، البته برای چی زغ میشویم؟ خرسند شدیم با همراهی دادر خوشبخت جان آمدیم. خب من با سیاحان چی گفتنی هستم؟ بیایم زیارت کنم، تماشا کنم. بسیار منظره های زیبا در این هفت‌کل رفتیم. من حاضر از اسکندرکل برگشتیم راه دو. استاد لایق رفته موزه خاندانشون را تماشا کردیم. با استاد رودکی را قبرشان را زیارت کردیم. بسیار با تصرف‌های بلند برگشتیم. ما خرسند. که خوشبخت مانده نشده؟ نه کجا؟ سلامت و سربلند باشید. خوش آمدید تاجیکستان. از سیر و سیاحت خود ما کجاها برای شما سخت معقول بودن؟ که خوشبخت چی مصلحت ها میتید برای سیاحان خارجی و داخلی؟ من با سیاحان خارجی و داخلی و با سیاحانی که از ازبکستان آمدین هستم میخواهم توصیه میکنم بیایید با وادی زرافشان، با ولایت سوغد، با شهر پنجکند. اینجا خیلی طبیعت زیبا، خوشمنظر که با گفتن با حرف افاده کردن نمیشود. ما با سوی هفت‌کل سیاحت کردیم. خیلی طبیعتش زیبا، آبش مصفا. حالا که تابستان باشد امروز چندم ایول؟ هفتم ایول است. هفتم ایول، لیکن هفت‌کل طرف هفت‌کل عیناً طرف خشتاوره، راودین، طرف راودین، موسریف، طرف موسریف. اینجا بهار، ولی باور کنید بهار، الاف کپ بود، طبیعت زیبا، آب و هوای زیبا. میخواهم بیتان تماشا کنید، استراحت برید، با طبیعت زیبا شناس شوید. خیلی جای زیباش بسیار. من امروز با اسکندرکل سفر کردیم. اسکندرکل هم نهایت طبیعتش زیبا، همچون مثل هفت‌کل نباشدن که، لیکن طبیعت زیبایی یک شمالی فارمی دارد. با دهات مزاری شریف تشریف کردیم، به خانه استاد لایق شیرالی. با خانه موزه اون کس شناس شدیم، تماشا کردیم، بهره‌مند شدیم. بعد رفتیم با آرامگاه ابو عبدالله رودکی زیارت کردیم. خیلی تاثیرات های عجایبی که به من هست
رحمت برای شما امید جان. یک جهان تشکر اکوجون برای عزیز. تکلیف کردنتان سلامت باشید. خیلی خوشحال هستیم. سلامت باشید. من راستی گپ تماشابینان محترم از چی سخت خرسند هستم. باور کنید یکمین درجه کی پوشیده نیست، این مخفی نیست که نوارهایی که ما در سامانه یوتیوب میکنیم خیلی ها تماشابینی کم دارد. این تماشابین هایی که 3000 و 4000 و 5000 و 7000 و 10000 هستند خیلی در ریتینگ امروزه یوتیوب خیلی تماشابینی کم به حساب میرود. یک ابزاری اما من سخت خرسند هستم. به حد یکی از خوشبخت‌ترین انسان ها هستم که مثلا همین نوارهای ما سبب شد که شما نیت کردید و نقشه کشیدید و امروز آمدید به تاجیکستان. من از همین روز تا به همین دم راستی گپ کم راه افتاده میشدم که همین نوارها نالازمه هستند. من امروز خلاصه برآوردم که گرچنده که با کم شماره کم انسان ها معقولم که باشند، من باید که این کارم دوام تیم برای پیشرفتی وطن خود، برای نمایش دادن طبیعت های بیشتاسای دیار خودم، هم ملت های خودم. من جمهوری ازبکستان رفتیم خیلی نمایش دادیم. من باید که کمری همت بندم، باید که دوام تیم. من فکر میکنم البته همه خیلی است. اکنون در هر یک کار اول مشکلی دارد. من فکر میکنم مشکلی دارد امید جان. همین خیلی ما این نوارهای شما را در یوتیوب کانالتان دیده شما بسیارتر کوهسارا جای همین خیلی داره. 7 کل نپیمیر ما کانال یوتیوبتان دیده طوری عاشق شدیم با اونجا و نیت کردیم که البته رفته دیده تماشا کرده با چشم خود بیاییم. گفته خداوند نصیب روزی گردانده بوده است و آمدیم تماشا کردیم. نیز در جمهوری ما در جمهوری ازبکستان نیز هم خیلی کوهسارها، هم خیلی جاهای خوش زیبا خوش منظر که طبیعتش خیلی خیلی زیبا است هستند. مرحمت و جمهوری ما نیز سیاحت کنیتان، بهره‌مند شویتان از طبیعت زیبای ازبکستان. نیز ازبکستانی‌ها بیان از طبیعت زیبای تاجیکستان بهره‌مند شوند. خوشحال باشید. نگفته نماند که اکوی عبدالواحد کدام یک شخص، من راستی گپ از اون چیزی که معلومات ندارم اصلا خودداری میکردم، اما این برنامه ما یک برنامه آزاد از اینجا یگان چیزی سیاسی نیست، دینی نیست، یگان چیزی نیست که در قالب تاریخ جای گرفته باشد. یک صحبت و سیاحت صمیمی و دوستانه است. گفتن که 7 کل اصلا 8م کل هم دارد، اما از سبب اونه که در منطقه ازبکستان که جایگیر است نمیگیرن در جای ما 7 کل میگویند، لیکن در همون منطقه 7 کل در دره 7 کل در منطقه الکی در ناحیه سراسیا، در ناحیه سری آسیا بوده است. انمی با نامی چی بود؟ نامش ایغیر کل گفته که کل هم بود است در منطقه 7 کل. بعد یک چیز جالب بود که اصلا اگر همین منطقه ها رو از آسمان نگاه کنید، تصور کنید، انا همین ما و انا همین برادران اصلا قریب که هم سرحد بودیم. از 7 کل برآمده و پیاده روید، اما که نخ کردن اسماعیل بودن، اما که اسماعیل نخ کردن اگر پیاده روید، اگر به فکرم خبرم روید، اگر از سیوار کشتود انا عجایبش شطرد و همون آدم گفتن که ما داد و گرفتوی اولادی هم داریم. همسایه دختر داده دختر گرفته گرسه میکنن. در حقیقت از جهت کو پهلوهای کو باید دیگر همسایه هم سرحد. به همین خاطر هر یک انسانی که به تاجیکستان میباید، هر یک انسانی که از ازبکستان، از تمام منطقه های دنیا اگر مرا میشنوید و میفهمید به تاجیکستان میباید قدمتون نوری دیده تاجی سر مرحمت بیایید و دره های 7 کل و وادی زرافشان و تمام منطقه های تاجیکستان سفر بکنیم، همراهی میکنیم، رد نمیکنیم. خدا خواهد باز یک مرتبه دیگر میگم که اکوها خوش آمدید به جمهوری تاجیکستان. یک جهان تشکر، قدماتون نوری دیده و تاجی سر یک جهان تشکر. خدا کند که نصیب کند که ما باز یک مرتبه دیگر با سلسله برنامه های دیگر در جمهوری ازبکستان داشته باشیم. و نگفته نماند که با برادر عزیز هم دهه شما هم اکای شهباز قدرتوف هستند، اثری جوی هستند، در روسیه قرار دارد. یک جهان تشکر، برادری جانی ما هستید. کانال دارن سپیس تکنیک ازی است، در رویتون دستگیری کنیتون حتما. باقی سربلند و خانه آباد باشید، کم نشوید و
همچون استاد میخوام در جوده یوتیوب در جوده صنعت چی توصیه ها میدید؟ چی توصیه ها برای ما؟ جون من چی میگم این بسیار کسب پرمشقت است برای دل مردم رو دست گرفتن خدمت کردن این فخر است فخر چون که خدمت مردم کردن دعای مردم گرفتن هیچگاه انسان رو کم نمیکنه من فقط به شما بردباری میخواهم در این کسبتون موفقیت شاگردان بسیاری تربیت کنید در این راه چون آینده پیشرفت تکنیک تکنولوژی همش کامپیوتر کامera پیشرفت دارد فقط شاگردان تیار کنید کار کنن برای مردمی تاجیکستان ازبکستان خدمت کنند. یک جهان تشکر سلامتی و سربلندی خانه آبادی و ظفرمندی آسمانی صاف و بی‌غبار در بالای وطنی هر دویمون و در بالای کلی سیاره سایبان باشد کم نشود. یک جهان تشکر باز خوش آمدید نوری دیده و تاجی سر پناهتون به خدا. هم دیاران عزیز کم بود زیاد بود به درستی قبول کنید کم بودی ها رو به نظر نگیرید. از ساکنان جمهوری تاجیکستان احترامانه خواهش میکردم که به قدر و قیمت مهمان ها رسیدن در زیر کامنتاری هر نمود گپ ها ننویسید زیرا که برای شما اجازت است که در دیگر برنامه ها هر چی میخواهید کنید. شاید که من یگان جای ناجایز رو نوار گرفتم شاید یگان چیزی بود که با همین مهمان های ما معقول نبود و من نوار گرفتم. اینها که این چیزها رو تفتیش کردن نمیتوانن میروند سفر ما اثر خود میگیریم نوار مانتاژ کرده که سر میتیم و همین خاطر هر یک کم بودیه احتیاطکارانه من احترامانه خواهش میکردم با فرهنگ و آداب و مدنیت تاجیکی خودمون داغدار کردن در کار نیست. دوستی رو مستحکمتر میکنیم روابط رو مستحکمتر میکنیم از منطقه های یکدیگر با خبر میشویم میگویند که از خویش دور همسایه نزدیک بهتر است. برای ما در کاتگوری دولتی همسایه هستند هم سرحد هستند بگذار که در تمام همسایه های ما صلح و صلاح پایدار باشد. تاجیکستان و ازبکستان به پیش. یک جهان تشکر برای دقتتان منتدار هستم برادرای عزیز. سخنهای خوب نویسید با کانال ما اعضا شوید که ما تا توانسته باشیم که در وادی زرافشان یک کانال موفق و مظفر را تشکیل کرده باشیم. کانال ما کانال بی‌ضرر است. حتما اعضا شوید برای روح و الهام گرفتن ما خدا خواهد هر یک دهه‌ای که وعده کردیم من این سال هم تابستان قریب پس سر شده ایستاده است باز آینده نوارها در سال آینده است. خدا خواهد حرکت بکنیم که نوارهای جالب و جالبترین رو پیشکش شمایان گردانیده باشید. و یکی شما یک جهان تشکر که تا به آخر این سفری ما با ما بودید. سلامت و سربلند باشید. در پای یگانتون خور نخلد. یک جهان تشکر. خیر.